سلام علیکم خاله جان. سازه نغزه بیا خاله جان یک صحبت کنیم خدمتتون. سلام علیکم سازه نغزه احوالکاتون خوبه؟ خاله جان یک خدمت بود. گفتن شما چی میتی اجاره میتی؟ راسته؟ بچه نداره؟ همین زندگیتون به اجاره پلی مردم میبره 3-5 سوم خیلی؟ یک هفته اینا اجاره در کره یک آدم ده میتونه داده؟ روزش 3-5 سوم نمیتیم خاله 50 سوم میتیم کنه میشوه؟ توغری؟ تو کی بیایه؟ اینا خیلی بیگونیه گویه بیگونی بیا های گوش کنی خاله جان اگنی شما این پول اجاره شگیره؟ نبی 350 تومان خب؟ من نشناخته؟ نه؟ یه روز گاز کنه پرکنی رفتیم کو؟ سبحان الله سبحان رحمت برو میبری گاز نکنی گوش کنی خاله جان من یک رساننده ایم خب؟ سبب خبرگیری اینه که در نامتون مکتوب فرستاند یک آدمی نیک همون را گفتم بیام رسانم تونه یعنی ببینیم چیزی نیسته اینجا خب یک مکتوبی انشاءالله که یک مکتوبی خرسند بخشه گوش کنی رحمت میمونه که نگاه کردی رفت خاله جان گیره نکنی شما سبحان الله سبحان الله انشاءالله اینجا خبری خوشه خب شما بچه هم نداشته باشه غم شما میخوردگی هست هموطنای ما هموطنای خوبن انشاءالله گوش کنی من میخوام شما گوش کنی خلاص بینه چی نوشته خب مادر جانی عزیز این رساننده ای که در نزد شماست به ما خبر داد که شما کسی ندارید که شما را نگاه